سلام ای که دلم را با نور پیوسته. السلام علیکم بیننده های عزیز ما. السلام علیکم تماشابینان شبکه شهنان. من امروز طریق آینه نیروگین دیده به دیده رسیده ایستادم. پی بردید در منظره زیبا، در بهاران بسیار هم پرفیض، در این باد و هوای تازه، در یکی از آن دهه های کوهستانی که نامش مشهور و معروف همین جهانی گشته است، در دهه اقصای زمین هستیم. امروز این مردم مهنت و مهمان دوست ما را انتظار هستند. امروز ما در خانواده مدینه خاله مهمان میشویم. در جشن مولود خجستهشان از نام خواهر راهدورشان و از نام جیانشان تبریک میگویم، از نام صاحبایتی و از نام امیدایتی تبریک میکنیم. آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. السلام علیکم مادران مهربان، السلام علیکم زنهای زیبای اقصای زمین. از دیدار هر یک شما خرسند هستیم، شاد هستیم. پیش از همه سلطان ماها، ماه شریف رمضان را به هر یک شما مسلمانان مبارکباد میگویم. خداوند کریم آن گناههای دانسته ندانسته ما را بخشد و مغفرت گرداند. بگذار فقط روزهای خرسندی باشد. من امروز در این ماه شریف رمضان، در این روزهای بهاری، در این باد و هوای زیبا، در این خانواده زادروزی مدینه خاله بوده است. مدینه جشن زادروزتان مبارک باشد. امروز مولود خجسته را صمیمانه تبریک میگوییم. شما را تبریک میکنیم از نام نزدیکان که در خارج در مسافرت هستند، از نام صاحبایتی خواهر عزیزتان، از نام امیدایتی جیانتان که در مسافرت طول چندین سالها گشتند. گفتند که دیدار آنها را یاد کردم. البته بوی مشک عنبری نزدیکانم را یاد کردم. امروز صاحبایتی فرمودند که در آن خاندان که مهمانان جمع بیایند، در آن خاندان که مادران جمع بیایند، از من خوشبخت‌تر هستند، چرا که امروز آنها میتوانند خواهر مرا آغوش کرده تبریک کنند. چشم به چشم ایستاده نیت‌های نغزشان را گوش به گوش خواهرم رسانند. من که در مسافرت هستم، اگر امکان میبود 10 دقیقه می 2 دقیقه باشد هم آماده تبریک میکردم، لیکن صد افسوس امکان نیست. در دل بسیار گفتنی ها دارد برای خواهرم که خواهر نازنین من، از دیدارش، از روحی زیبایش من نور پدر مادرم را میکاپم. از دیداری زیبایش همیشه میخواهم همیشه در پیش چشمم شکوفان شده گردد، مانند گلهای سرسبز بهاری همیشه زیبا باشد، مانند گلی لالکی چخلی که در بهار جلوه دارد، انمخیل دو رویش سرخ و همیشه خوشبخت باشد. زادروزشان مبارک باشد. امروز به اهل خواهر نازنین من رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، فیض حسن روزگارم خواهر. من به دیده روی تو دارم خواهر، همیشه یاد تو به یاد دارم خواهر. خواهر نازنین ما، بگذار مولودتان همیشه خجسته باشد، زادروزتان مبارک باشد. از نام اینجا بودگی همه نزدیکان، از نام مادران، از نام عائلتان، از نام تمام اولاد کلان اسدوفا، چخیلی که شوخی کردم میگم که از آمدن ما از نام امیدایتی تبریک آمده بودیم، از آمدن ما را به سلاله اسدوفا قطع کردن، همراه کردن. بگذار انمخیل سلاله و انمخیل روزهای خرسندیاتان به چشم نرسد. بگذار همیشه در این خاندان آواز سرود برای حاضر از نام امین صاحبایتی، از نام امیدایتی برای شما گفتن که خودشان گل نازنین خاندان ما، گل بهاری زندگی ما هستند. یک دسته گل زیبا برایشان اگر قرصک زنیم بسپارم، فرزندی صاحبایتی مبارک باشد. در این روزی خرسندی مدینایتی عبادت بانو بوده، نه عبادت جانی خوردکک امروز زادروز داشتین. السلام علیکم. از نام نزدیکان، از نام صاحبایتی، از نام امیدایتی شما تبریک میکنیم.
گفتن که مکتب خودش مردم آقصا یک علم و معارفش بلند است. مکتب البته با بهای اعلا ختم کند، صاحب معلومات عالی گردد، یا معلم یا دیرکتور مکتب شود یا که ورد شود. چقدر که نیت های نماز و نکش باشد رسد و ما از چقدر از عهدهش برایم خدمت میکنیم، یا خرچک میزنیم تحفه برای اعتبار برای امروز عبادتگاه و مرحمت مبارک باشد. آزی با ما مدینایتی یک سری رو آشکار کردن که 2 روز یا که 3 روز پیش 3 روز قبل صاحبایتی که در مسافرت در شهر اسرائیل هستند جشن زاد روز داشتیم. صاحبایتی که ما رو میبینن طریق آینه نیروگین بگذار نفرانی که در مسافرت هستند خداوندی عزیز ساق سلامت در پناهش نگه دارد. ساق سلامت رفتید برگردید به نزد عائله و به نزد خرسندی و به نزد نزدیکانتان. البته صاحبایتی از نام فرزندانتان از نام پسرتان تبریک میکنیم. منازی برای ما سر آشکار کردن از نام تمام نزدیک و جگربندان شما را تبریک میکنیم. بگذار در هر کجای دنیا که باشید همیشه خود را احتیاط کنید. برای انسانیت پیش از همه سلامتی بوده است و امروز شما با یک اعتبار خواهر نازنین خود را تبریک کردید. شما هم بیایید و فرزندان خواهران جمع شوید و ما رفته شما را تبریک کنیم در این روزهای خرسندی بهارانه. زادروزی هر یکی شما را مبارکباد میگیم. حاضر در اینجا میبینیم از همه در روی دنیا کتاب قیمت بهاترین بوده است، کتاب قرآن برای مادر مهربان مدینایتی. حتی قرصک زنیم اگر میسپاریم. زادروز مبارک. مرحمت. مبارک باشد. انجام آزاده به احتیاط کنید. مبارک باشد. آجیانه گردن هم خیلی روزهای خرسندی و هر یک پدر مادر رسد میگویم. مرحمت. در اینجا باز تحفه ها هست. البته بهر مادر مهربان از نام دخترش مبارک باشد. البته مهمانان عزیز بار دیگر ما امروز خانواده مبارک باد خوش آمدن میگوییم. حاضر در اینجا یک شیرینی زیبا بوده، تارتی بسیار هم زیبا همراهی مادر مهربان مدینایتی عبادت بانو یک جای شیرینی را میبریم. امک جان را نیز تکلیف کنیم. شما میان شما نزدیک تریسید. مرحمت. مرحمت. تا تیار کردن تارت ها از نزدیکان از مادران مهربان سخنهای تبریکاتی را شنویم. قدمشان سر میکنم. خواهش. مرحمت. خواهر نازنینشان را تکلیف میکنیم. از نام خواهران تبریک میگویند. مرحمت. اولو رحمت کلام میمونه برای آمدگی است. من از نام خودم، از نام خواهرم، از نام کویم که در این دور هستم، در این سفر هستم، از نام صاحب اپام که رحمت کلام اول مدت سببچی این کار صاحب اپام هستند. رحمت کلام میگویم. روز 14 اپریل روز گذشته روز تولدشان بود. صد افسوس که زنگ زده نتونستم، رنبای کده نتونه تبریک کده. در همین روز اپام تبریک بکنشونه الیم صد در درویم کارشون پیش رو شوه حضور فرزنداشون بینم. بعد من به سبب دلیل جمع آمدگی ما که اپام در سن 50 ساله قدم مونده الهیم صد در درویم. این کس برای ما هم مادر هستم هم اپا. در هر کارمون پیش رفتم همه سرکارم مسئولیت کردن همه اپامم. رحمت کلام میگم صد در درویم الهیم. من از نام همه اپای خوارم این توفه نوازم رو میسپارم. صد رحمت. مبارک باشد. کلی مادران سخنهای نیک میکردگی ها سخنهای تبریکاتی باشد اگر بشنویم. مرحمت. اگر یک زن باشد محبت است در این عالم، اگر یک مرد باشد حیات است در این عالم،
اگر یک فرزند باشد آینده هست در این عالم، اگر یک پرچه زمین باشد وطن هست در این عالم، اگر صبر و طاقت باشد شکرانه هست در این عالم. السلام علیکم همه جماعتگان عزیز، هم سیمفون فرزندان خویش و تباران که در اینجا جمع آمدیم. اولا خوش آمدید میگویم و این بزم ما بزم همراه کرده سخنهای زیبای خود را، شعریتهای خود را که از همین منزل خود آمده گروه تبریکانی مادری من که در اینجا اشتراک دارند با گروه حسین جان از نام نشستگان تشکر میگویم که به کیفیت شما کیفیت همراه کرده ایستادند. من مدینه بانو یک مادر مهربان هستم. مدینه بانو همسری هم خیلی سخن شیرین هستند. مدینه بانو کدبانو هستند. مدینه بانو همیشه در پست و بلندی ده همیشه تیار هستند. مدینه بانو بیبی جانم هستند. من امروز این کس سلطانی مهدی گفتن من سرم در ماه رمضان که این شادمانی نصیب کرده است، این هم از پروردگار یک هدیه می باشد. من گفتنی هستم که مدینه بانو الله با بارین همیشه خوشبخت باشید، حضور حلاوتی فرزندها رو بینید، همیشه همین خیلی خوشبخت و خوشحال باشید. من از نام نشستگان همین را گفتنی هستم که صاحبه هایی در حیاتشان نهایت مشکلی ها پستی و بلندی زندگی را دیدند، خیلی غم و خودسردی ها را دیدند. در همان یانش من مدینه بانو حاضر بودم. من وقتی گذشت حیاتش دیگر شد، باز حیاتش به میارش آمدم، بعد خواهرش را به این حرمت سزاوار کرد. من از نام همه شما، از نام رادور دادراتون، کلوناتون، اپا خواهراتون، جگراتون و صاحبتی شما را باز تبریک و مبارکباد میگویم و در آخر شعرم چنین گفتنی هستم. لایقی گفته است: گلی سرخ و سفید هر دو بدستم، میانی صد جوان دل با تو بستم، میانی صد جوان باشد سلامت، نگهبانی شما هستیم در قیامت. و حسین جان گفتنی هستم که این انانه شما البته با آیله هم و سیاست هم خیلی اهمیتناک است. در سیاست دولتی ما پرزیدنت ما مهر و عاقبت قدر انسانیت را که در این سال جاری تدبیر کلان قبول کرده است، این انانه همان در مثال شده میتواند. و فرزندانتان و مهر عاقبت فرزندان آپا خواهران خویش و تباران همکاران را با نیز در عائله ها بسیار کرد. این انانه قریب 40% در دهه ما قبول کردند. من از نام همه شمایان و این گروه حسین جان و این گروه تبریکان رحمتی کلان میگویم که رحمت سلامت باشن، مانده نباشن، مبارک باشن. البته حاضر تخت تورتورا بریم. بعد از آن در اینجا از خارجه زنگ زده ایستاده نه، بعد سخنهای نکو را میشنویم. مرحمت احمد جان همراهی خانه جان نازنین، همراهی مبارک باشن. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زاد روز مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زاد روز مبارک. السلام علیکم. هم کس نیت کردگی. السلام علیکم. حاضر در اینجا پدر عبادت بانو با ما هم صحبت هستند. ماه شریف رمضان مبارک باشد. السلام علیکم میگویم. مرحمت بلندگویک برای شما سخنهای نیک را میشنویم. مرحمت.
توغاش ما گپ زنه فهمیده سن ما اینجا با یک حدیث السلام علیکم مهمانان. من کلام کی با دیاجین اتکمن رو مگی؟ آمدن سلام. من کوچه محیط. چقدر سلام. آنجا. الهیم سال دروی. داستان این مورد در پرنامه کار سال مدت باشید. گفتگی شود دیل درام آره داده نبینه. دوستانک خدا کنم. الهیم دوستانی کلام دی پرگایش دی پرکلک شد. الهیم ما خم نکنیم. سال دروی. خوش آمدید مهمانان. رحمتی کلام میشه. رحمت سلامت باشد مبارک باشد مرحمت اگر سخنهای تبریکاتی باشد میشنویم مرحمت سولی تولد مبارک شود انوی سولیبا انوی رقم کل شریف جون انوی دیمت جون انوی خودم هم یا جویا تبریک میگوید یا سلامت باشی امی پچام کتی پیر شوی پیر با دولت شوی سایبانی تری می خاندان شوی مدینی کیوانی مدینی خاکسار مدینه جانی مشکل مهربان الهیم عمر خالم خدا تو دستی از خنده دایی بدی هوای پیر شوی خیلی چی بودتا نگهبانت خدا بودو پناهت مصطفی بودو طبیب از گرد قرآن و حیاتت مصطفی بودو خیلی همه تونده باید همراه ما هم صحبت هستند علاکه چخیلی که اینترنت ترقی یافته شده است شعر فرستاندیم اعضای من خانه اعضای استرایتی بهر شما میگویم تو هستی در شبی تاری دلم مهتاب مادر جان نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان اگرچه زندگی کرده است دل سنگم ولی به تو دلی سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان سرفرازت کنم در چشم خلق روی دنیای من زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم شود با هر دعایت شعری من جذاب مادر جان مبارک باشد از نام استرایتی تبریک میگویم استرایتی هم سب سلامت برگردن و در اطراف نزدیکان جمع بیاین حاضر باشد وقت را نگفته سرودهای شوخ را تیار کردگی همراهی مادران البته در این ماه شریف رمضان یک جای میرقصیم با راهبری شما اینقدر شعر خواندید البته میرقصیم مرحمت
نظر تو یک نظر تو به تو ندارم زندگی به تو ندارم زندگی
پشت تماشا میکنه گل حال لبان من بیا آفت جون من بیا مهربان من بیا نکن جدایی آبه بپایی نکن جدایی آبه بپایی аввало ассалому алайкум хешу таворо ёру дӯстон ҳамсинфо хуш омадед нури дида тоҷи сар мекунам ҳусейнҷон шумодам хуш омадед раҳмати калон соҳибачон раҳмати калон ҳамин кора ташкил кардагида худутам рӯзи зодрӯзу муборак шава илоҳим садда дурои сари мода илоҳим садда дуромада пир шуда пири бадавла шуда чӣ ниятакое дошта бошӣ биё ҳаминҷа ба чакта зан тием худо хоҳа ниятако дарасти илоҳим даги ҷое ки бошӣ соху саломат бошӣ раҳмати калон фақат саломатӣ мепурсам аху дигар гон умед надорам коракода омад илоҳим соху саломат гардӣ раҳмати калон мана бинандаҳои азизи мо тамошобинони шабакаи шаҳном имрӯз мо бисёр ҳам хурсанд ҳастем ки дар тамоми дунё қариб дар ҳар куҷои дунё моро мебинанд мухлисони ба худ хосе дорем имрӯз ҳамроҳии модарони меҳрабон аз гуфтаниҳои онҳо монанди ана ҳамин кӯҳҳои баланди оқсойзамин сарбаланд шудем хурсанд шудем аз кори кардаи худ бисёр ҳам мамнун шудем имрӯз мо дар хонаводаи яке аз пуршукӯҳтарини деҳаи оқсой меҳмон шудем имрӯз модари меҳрабонро мадиноитиро дар ҷашни зодрӯзашон ва албатта духтараки нозанини ин хонадон ибодатбонуро дар ҷашни зодрӯзаш табрик кардем аз номи наздикону ҷигарбандон он лаҳзаҳои хурсандиро пешкаши шумо кардем имрӯз мо хурсанд шудем ки албатта аз ин ҷои зиёратгоҳӣ барои мо тӯҳфаҳои арзандаву зебанда доданд раҳмат мегӯем барои соҳибони хона барои меҳмондорӣ барои ҳамааш албатта бори дигар султони моҳҳо моҳи шарифи рамазонро ба ҳар яки шумо муборак бошад мегӯем бо мо бошед бо шабакаи шаҳном جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما
دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. عجب داده زنده